امروز 24 مهر ماه 1404 هست و 15 اکتبر 2025. ساعت 9:30 شب هست به وقت ایران عزیز ما و 2 بعد از ظهر هست به وقت شرق امریکای شمالی و ما در نشست سوم از درس گفتار کار همچون زندگی در خدمت آقای دکتر سلامت هستیم. این کتاب اصلش نوشته تامس مور هست و جناب آقای سلامت اون رو ترجمه کردن حدود 5 سال پیش و الان هم ما در خدمتشون هستیم تا بشنویم و از محتوای کتاب بیشتر با ما صحبت کنیم. جناب آقای سلامت، من سراپا گوشم، همینطور بقیه همراهان و بعد از صحبت شما وارد گفتگو خواهیم. بفرمایید، ما شنوای شما هستیم. به نام خدا، با سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز، همه حاضران و مخاطبانی که احتمالاً بعداً به این درس گفتار گوش خواهند کرد. همونطور که فرمودن این سومین جلسه از سلسله درس گفتارها درباره کتاب کار همچون زندگی است. من ابتدای هر جلسه مایلم پرسش اصلی کتاب رو که نویسنده سعی میکنه به اون پاسخ بده رو دوباره مطرح کنم تا یادمون باشه که داریم درباره چی صحبت میکنیم. پرسش اصلی کتاب رو من اینطوری صورتبندی کردم از خود تامس مور: چگونه میتوانیم یا هر کسی میتواند کاری را که برای آن زاده شده کشف کند و به رضایت درونی برسد؟ این پرسش اصلی است. در سراسر کتاب سعی میکنه خب به این پاسخ بده. اما ابتدا مروری کوتاه بر مباحث جلسه قبل تا آماده بشیم برای مباحث امروز. در جلسه قبل که جلسه دوم بود درباره 2 فصل از کتاب صحبت کردیم. یکی فصل 2 درباره کالینگ یا ندای درون که همونطوری که جلسه قبل عرض شد به نظر من یکی از مفاهیم کلیدی و شاید قلب این کتاب باشه، ندای درون یا کالینگ. این در جلسه قبل درباره ندای درون گفتیم که از نظر تامس مور ندای درون حس یا شهود یا یک کششی درونی یا سنسیشن به قول خودش هست که در این جهت که به من انگار یادآوری میکنه که به عنوان فردی خاص برای چه به این دنیا آمدم یا هستی از من چه چیزی طلب میکنه و قطعاً هر چیزی از من طلب میکنه یا هر دلیلی برای وجود من در این جهان هست معنیش اینه که باید پاسخ بدم و پاسخ دادن من همان، کار کردن من همان، چون پاسخ از طریق کار محقق میشه. ویژگی‌های مشترک ندای درون رو در تعاریف مختلف اهم از سکولار و قدسی برشمردیم و همینطور ویژگی‌های ندای درون از نظر خود تامس مور رو هم جداگانه توضیح دادیم. همینطور راجع به راه‌های کشف ندای درون و موانع کشف و تحقق ندای درون هم صحبت کردیم. بعد از اون دوستان در ضمن نکات خیلی خوبی فرمودن، از جمله درباره مؤلفه‌های ذهنی و عینی یا سابجکتیو و ابجکتیو مربوط به ندای درون. همینطور درباره این که آیا هر ندایی، هر حسی لزوماً اصیله یا ممکنه به ما القا شده باشه، مخصوصاً در قرن 21 و در جهان دیجیتال. چگونه میتونیم ندای درون اصیل رو از ندای درون کاذب تمیز بدیم. نکات خوبی دوستان مطرح فرمودن، نکاتی در مورد یونگ اضافه کردن که نوری به بحثا انداخت. همینطور علاوه بر بحث ندای درون جلسه قبل راجع به روح و نفس هم صحبت کردیم که فصل بعدی کتاب بود. به طور خلاصه گفتیم که از نظر مور روح اون ساحت عمیق وجود ماست. تعریف متافیزیکی یا دینی ارائه یا فلسفی ارائه نمیده، بلکه یه تعریف کاربردی روانشناختی که به درد پروژهش میخوره ارائه میده. روح میگه همون ساحت عمیق وجود ماست و جایی است که احساسات، خاطرات عمیق ما و ارزش‌های ما اونجاست، در حالی که نفس ساحت بالای وجود ماست. نفس یا اسمشو میذاره استراتوسفر وجود ما. نفس میل به گذشته داره، یعنی میخواد سنت رو و ارزش‌های بنیادی رو پاس بداره و طبیعتاً به فهم من میشه گفت گرایش به ثبات داره، در حالی که نفس میل به تعالی، بالا رفتن، پیشرفت داره، پروموشن داره. اما در این حال این دوتا هر دو
مورد نیاز هستن برای یافتن کار همچون زندگی. اگر فقط کاری پر از روح باشه، نفس نداشته باشه، فاقد تکنیک است، فاقد جنبه مهارت هست. در حالی که از اون طرف هم اگر کاری پر از تکنیک باشه ولی روح نداشته باشه، مثل یک پزشکی که کارشو به لحاظ فنی درست انجام میده ولی ذره احساس همدردی یا همدلی با مریضش نداره و به کلیت بیماری مریضش نمیاندیشه، اون کارش نفس داره ولی روح نداره. نتیجه میگیره که باید روح و نفس هر دو با هم کار کنن و گفت که مثل عاشق و معشوق هستن، یا حتما باید با هم کار کنن تا به کمک هم تعادل ایجاد بشه و کار همچون زندگی کشف بشه. خب بعد از مرور بحث های جلسه قبل رو 2 فصلی که عرض کردم، امروز 2 فصل دیگر از کتاب رو مورد بررسی قرار میدیم. یکی فصل 4 تحت عنوان آشتی با گذشته و بعد فصل 5 تحت عنوان آشفتگی آفرینشگر. اما فصل 4 آشتی با گذشته، به طور خیلی خلاصه در یک کلام بخوام بگم، حرف مور در اینجا این است که ما تا زمانی که با گذشته خود ما آشتی نکنیم نمیتونیم نه در کار نه در زندگی و در واقع در کار و زندگی ما موفق باشیم و به شکوفایی برسیم. از نظر مور قبلا هم گفتیم کار فقط یک فعالیت بیرونی نیست بلکه صحنه‌ای درونی است. ارتباط داره با خاطرات ما، زخم‌های روحی روانی ما، ارزش‌های ما و آرزوهای ما، ناکامی‌های ما در گذشته الی آخر. خب بعد از این ذکر پیام محوری فصل 4 من به طور خلاصه بگم نکات اصلی که میخواد به ما بگه چه هست در مورد آشتی با گذشته. مور برخلاف رویکردهای صرفا روان درمانی، مخصوصا موجهای اول روان درمانی که با فروید شروع شد و بعدش با رفتارگرایی ادامه پیدا کرد، گذشته رو مور نه به عنوان امری مذموم دشمن که باید فراموش کرد یا حذفش کرد یا یه جوری باهاش مقابله کرد، بلکه برعکس گذشته رو گنجینه‌ای برای فهم خویشتن و این خیلی مهمه برای خودشناسی میدونه. میگه گذشته منبعی غنی و ارزشمند برای خودشناسی هست. ما وقتی که به گذشته مراجعه کنیم تازه میفهمیم که چرا در بعضی پروژه‌های ما شکست خوردیم، تازه با ارزش‌های ما آشنا میشیم. در نگاه مور آشتی با گذشته یعنی بازگرداندن رویدادها و اشخاصی که از اونها میگریزیم به دل خودمون و دیدن سهم خود ما در اون تجارب، اونم نه از سر ملامت بلکه با نگاه شفابخش و انسانگرایانه. یعنی در واقع نوعی بازبینی میکنیم گذشته رو. میگه گذشته مشکلی نیست که باید حل بشه بلکه تجربی است که باید تحلیل بشه با نگاهی جدید، با نگاه معنوی و شفابخش. دومی که کار مثل میدان تکرار ناخودآگاه تجارب ما میشه. ما در محیط کار شاهدیم بارها بعضی اشتباهات تکرار میشه. مثلا مدیری که نقش پدر به طور ناخودآگاه نقش پدر سختگیر رو بازی میکنه با کارمنداش. خب این شخصیت یا کهن الگوی پدر در واقع فرمانده و کسی که میخواد بچه‌هاش همش ازش فقط فرمان ببرن. این در محل کارم همین رو بروز میده. خب باید ببینیم گذشتهش چه بوده، پدرش باش چه رفتاری داشته. همینطور همکاران ما ممکنه ما رو به یاد بعضی رقابت‌های دوران کودکی حتی بیاندازن. نکته سومی که ما در آشتی با گذشته معنای تازه پیدا میکنیم، چون آشتی با گذشته یعنی دیدن اون به عنوان بخشی از سفر روح. هر زخم روحی، هر اشتباه، هر ناکامی به عنوان ماده خامی برای رشد ما تلقی میشه و این کاملا نگاه ما رو عوض میکنه. یعنی همون کیمیاگری روح. آشتی با گذشته ما رو از احساس قربانی بودن بیرون میاره و سهم ما رو و مسئولیت ما رو
در اون اتفاقات به ما یادآوری میکنه و نتیجه توان بازآفرین معنا رو به ما میبخشه. بخوام همین اینایی که گفتم در 3 نکته خلاصه کنم در این فصل، یکی این که هیچ آینده پایداری بدون پذیرش گذشته ممکن نیست. ما گذشته رو باید در خود ما دوباره بازبینی کنیم با نگاه جدید، با نگاه شفابخش. تکرار میکنم، نه به عنوان مشکلی که باید حل بشه. گذشته مشکلی نیست که باید حل بشه، بلکه مجموعی از تجاربی است که باید بازخوانی بشه، تحلیل بشه تا ریشه تکرارها رو پیدا کنیم، تا با ارزش‌های خودمون آشنا بشیم. آشتی با گذشته به یک معنا یعنی رهایی از احساس شرم و سرزنش، چون معمولاً گذشته اکثر انسان‌ها سرشار از اشتباهات، ناکامی‌ها هست و طبیعتاً همراه با اون احساس شرم یا سرزنش کردن خود و سرزنش کردن دیگران. ولی آشتی با گذشته کمک میکنه که ما در اون تجربه‌های دردناک معنا پیدا کنیم و ارزش‌های خودمون رو در واقع کشف کنیم. من اشاره کردم که وقت یک پروژه، یک فعالیتی شما در گذشته داری، یه شغلی داشتی، شکست خوردی و اون شغل هم چند بار تکرار کردی، یک کاری رو تکرار کردی. این میتونه به خودشناسی شما کمک کنه تا بدونید که تو ارزش‌های واقعی چیز دیگری است. من بذارید از خودم مثال بزنم. من 1-2 مورد کارهای بیزینس رو تلاش کردم تو زندگیم، ولی هر بار شکست خوردم و ناکام بودم و البته اون موقع برام دردناک بود، ولی واقعا آشنا شدم با اینکه من برای اون کار ساخته نشدم، چون با ارزش‌های بنیادی من سازگار نبود و با شخصیت من سازگار نبود. یک نوع دیگری شخصیت می‌طلبید. بنابراین رها کردم به طور کامل. پس نگاه جدید به گذشته میتونه خیلی به ما کمک کنه که ما ارزش‌های بنیادی خودمان رو تازه پیدا کنیم. و اما فصل بعدی، فصل 5 تحت عنوان آشفتگی آفرینشگر که من ترجمه کردم برای انگلیسی Creative Chaos. پیام محوری این فصل چیه؟ مور در این فصل با نگاهی عمیق به رابطه میان بی‌نظمی یا آشفتگی و خلاقیت میپردازه. میگه انسان مدرن به اشتباه فکر میکنه که نظم و کنترل و پیشبینی پذیری نشانه موفقیته، در حالی که در قلمرو روح رشد و خلاقیت اغلب در دل آشفتگی اتفاق میفته. در فرآیندهای طبیعی و زیستی هم همینطوریه. همیشه خلاقیت و زایش با آشفتگی و درد همراه است. کما اینکه ابرها برای بارش قبلش میغرن. بحران‌ها و شکست‌ها هم در زندگی انسان‌ها همین نقش رو دارن. در کار ما هم همین دوره‌های از ابهام، تضاد، دودلی، شکست و نهایتاً بی‌نظمی ظاهری رو شاهد هستیم، ولی همین اغلب مرحله از تبدیل و تولد تازه معنا هست. مور توصیه میکنه که نباید از آشفتگی گریخت، بلکه اونو باید به عنوان بخشی از فرایند آفرینش در آغوش کشید. همینطور خطر نظم افراطی یا نظمجویی افراطی و کنترلگری رو به ما یادآوری میکنه. میگه وقتی ما سعی میکنیم همه چیز رو کنترل بکنیم، حالا چه در شغل ما چه در رابطه‌های ما با دیگران، در واقع جریان زنده خلاقیت رو میخشکنیم. بر همین اساس هشدار میده که سازمان‌ها یا انسان‌هایی که از هر نوع بی‌نظمی به معنی همون کیاس ها، نه علا دیسیپلین بودن لزوما، سازمان‌ها و انسان‌هایی که از هر نوع بی‌نظمی میگریزن به تدریج روح خود رو از دست میدن. ببینید نگاه کاملا عوض میشه. شما از اون درون اون بی‌نظمی میتونی حتی روح برای کارتون پیدا کنی که حالا باز بیشتر توضیح میده. پس آشفتگی یا کیاس نه تنها تهدید نیست، بلکه نشانه زنده بودن روح هست. یاد شعر مولانا میفتم که میگه دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. اندر این ره میتراش و میخراش تا دم آخر، دمی غافل فارغ
نباشه. نکته بعدی این که کار رو به عنوان هنر آفرینش، هنر خلاقیت میدونه. میگه کار مجموعه از وظایف مکانیکی نیست، بلکه یه هنریه که هنر آفرینش هست. چون در دل بی‌نظمی امکانات جدید و فرصت‌های جدید، افق‌های تازه به روی شما میتونه باز بشه اگر شما برید در دل آشفتگی، به جای که از اون فرار کنید، به جای که از اون بخواید هراسان باشید و گوش بسپارید به ندای خلاق درونتون از دل اون آشفتگی. خلاصه میکنم نکات کلیدیش رو در این فصل آشفتگی آفرینشگر یا کریتیو کیاس. یکی این که آشفتگی مرحله ضروریه در فرایند رشد و آفرینش. همه جا همینه، در طبیعت هم اینه، همین گونه در انسان هم همین گونه است. دوم این که تلاش برای کنترل کامل و نظم کامل خلاقیت رو از بین میبره و در نتیجه روح رو از بین میبره. پس بین آشفتگی و خلاقیت یه رابطه‌ای هست. نکته بعدی این که هر بحرانی میتونه فرصتی برای زایش دوباره معنا در کار باشه. آخر این که ناکامی مادر آشفتگی است و آشفتگی خودش مادر خلاقیت است. برای این مسئله خلاقیت خیلی تاکید میکنه، مفصل من دارم خلاصه میکنم در کتاب. بعد توصیه میکنه که بعد از این رو بس، حالا باز برمیگرده در انتها، ولی چند تا مطلب رو به ما گوشزد میکنه. یکی این که میگه ظرف خوب پیدا کنید. ظرف خوب پیدا کنید یعنی چی؟ بازم با تمثیل کیمیاگری که از ظرف‌های شیشه‌ای استفاده میکردن برای حرارت دادن به مواد و اینها، میگه که شما نیاز به ظرف خوب دارید تا با اون آشفتگی و بی‌نظمی زندگی کاریتون روبرو بشید. ظرف‌های مختلفی هست. یکی از اونها خب ظرف درمانگری هست که به شما کمک میکنه که در واقع هم با گذشته‌تون آشتی کنید و هم با اون آشفتگی روبرو بشید. ظرف بعدی دوستیاتون است، خانوادهتون است، اون اجتماع کامیونیتی است، کلیسا یا مسجد هست، کنیسه است، باشگاه و مانند آن. ظرف بعدی داستان‌های زندگی است. بر داستان‌های زندگی خیلی تاکید میکنه. میگه شما در اون مایه عواطف و خاطرات و امیدهای خودتون رو در داستان‌هاتون بازگو میکنید. به همین دلیل توصیه میکنه، میگه داستان‌های خودتون رو رک و راست و کامل بازگو کنید. داستان توضیح یا تفسیر نیست. داستان‌ها خودشون بی‌طرفن. یعنی میشه برداشت‌های گوناگونی از اونها داشت. میگه من همیشه با داستان شروع میکنم با مراجعانم، با عنوان روان درمانگر، و ابتدا از مراجعه میخوام که اصلا به من میگه کی هست، کجا هست و کمی از کیستی خودش به من بگه و طبیعتا همین اینا در داستان‌های زندگیش تبرر پیدا میکنه. حتی بعضی داستان‌هایی که ممکنه خودش جدی نگرفته باشه، تشویقش میکنم که هر چیزی که تجربی هست که میتونه در قالب داستان بگه و از اون مهمتر تشویقش میکنم که یک داستان رو چندین بار بگه. چون خود مراجعه یا هر کدوم از ما انسان‌ها یک داستانی رو که تعریف میکنیم، هر بار که دوباره تعریف میکنیم یه چیزایی هم اضافه میکنیم، یه چیزایی کم میکنیم. خود این کم و اضافه کردن برای روان درمانگری مثل توماس مور یک نشانه است که به بینشی درباره اون مراجعه پی ببره که چرا یک قسمت‌هایی رو حذف کرده، چرا یک قسمت‌هایی رو تکرار میکنه، برجسته میکنه. چون در اون مایه هم که از کردم تمام عواطف و خاطرات و امیدها و بیمها همه تو اون داستان‌ها آشکار میشه. بعد در صفحه 113 کتاب میگه که کیمیاگران این مرحله آغازین رو سولوسیو میگفتن و واژه انگلیسی سولوشن دو تا معنی داره. یکی به معنی حل کردن یک مشکل، دوم حل کردن چیزی در یک مایه. و علم شیمی میگه مادی حل شده است. کیمیاگری این واژه رو در دو معنا به کار میبره. یکی در معنای اول سولوسیو یعنی حل شدن در مایه، اما در معنای دوم هم سولوسیو سویه تاریک امور رو نشون میده، معنای استعاریش که به معنی جدا شدن هست. اینجاست که شما به سولوسیو یا سورت اوت شاید بشه گفت در انگلیسی، ولی همون سولوسیو لاتین ظاهرن و سولوشن به این معنا، به معنای استعاری، یعنی شما گذشتهتون و اون ظرف‌هایی که اشاره شد
کمک میکنه که با اون بی‌نظمی روبرو بشید و دست به سولوسیون بزنید. یعنی خاطرات بد دارید، خوب دارید، دردناک دارید، خوشایند دارید، بعضیاش بیشتر قابل اعتماد، بعضیاش نه، یک بار اتفاق افتاده. این مرحله کمک میکنه که شما بتونید در واقع دست به نوعی پالایش بزنید. ظرف بعدی که خیلی برش تاکید میکنه رویا هست، رویاهای شبانه، خوابایی که میبینیم. این البته تحت تاثیر یونگ هست، همه میدونیم. معتقده که رویا نقش بسیار مهم برای خودشناسی داره، برای شناختن خویشتن. در رویا در واقع ما انگار یک لایه عمیق‌تری از وجود ما با ما حرف میزنیم. بعد رویای از خودش مثال میزنه، میگه که من مدت‌ها بود یک رویا رو هی تکرار میدیدم و اون این که در هواپیمای مسافربری هستم و هی در آسمان دارم میچرخم. بعد تا مدت‌ها اینو معناش رو نمیفهمیدم. بعد از مدتی یک بار دیگه خواب دیدم که اون هواپیمای مسافربری در یک شهر شلوغ به زمین نشست و جمعیت بسیار زیادی هم صف کشیده بودن که انگار برای من به زمین میشینم. بعد درک من از اون رویا این بود. اولا اون رویا دیگه به اون شکل تکرار شوندش تموم شد، ولی درکم این بود که من شاید تا سن 50 سالگی هنوز در اون مرحله آشفتگی بودم، کیاس بودم، چون گرایشات مختلفی داشتم. هم توی روز جلسه اولم عرض کردم، توماس مور میگه من اولش راهب بودم، بعد زدم بیرون، رفتم دانشگاه الهیات خوندم، موسیقی خوندم، آهنگسازی حتی خوندم و با سنت‌های معنوی آشنا شدم. ولی آخر آرزو داشتم کشیش بشم. وقتی رفتم طلبه شدم و در صومعه 13 سال درس خوندم، ولی نشدم. ظاهرا من خیلی رویاهای بزرگ داشتم، ولی در حدود 50 سالگی انگار با واقعیت ارتباط برقرار کردم. هواپیما به زمین نشست و با امکانات آشنا شدم. فهمیدم که من نویسنده قرار بود بشم و اینو نمیدونستم. لذا در دانشگاه که وقتی کسب مقام استادی کامل بود، فول پروفسورشیپ به من ندادن و اونجا من جنگ نکردم، آمدم بیرون و همون تجربه تلخم به من کمک کرد که من نویسنده مستقلی بشم و موفقم بودم. بنابراین بر رویا خیلی تاکید میکنه. حالا باز من از خودم مایه بذارم، تجربه خودم، اگر باور بفرمایید، خود ترجمه این کتاب با یک رویا برای من شروع شد. نه اینکه من خواب ببینم که کسی من الهام کرده برو این کتاب توماس مور رو ترجمه کنه، نه، اصلا یه چیز دیگه بود، استعاری بود و در مشورت با دوستانی تقریبا استعاره‌شو پیدا کردم. خود کتاب رو که عرض کردم آقای دکتر کمالی عزیز به من معرفی کرد و دیدم که به سوالای من پاسخ میده و علاوه بر ترجمه خود این کتاب کار همچون زندگی، در واقع فهمیدم یکی از نداهای درون من کار ترجمه است. من قبلا ترجمه نمی کردم. کار همچون زندگی اولین تجربه ترجمه من بود، ولی چنان احساس علاقه کردم بعد از این تجربه که ناشی از یک رویا بود که کتاب دوم، سوم چاپ شد و چهارمم در انتظار چاپه و رو کتاب پنجمم دارم کار میکنم. بنابراین این تجربه خودم رو گفتم و تجربه نویسنده رو تا بر اهمیت رویاهای شبانه که توماس مور بر اون تاکید میکنه یادآوری کنم. بعد میگه که من 3 قانون ساده برای روبرو شدن با رویا پیشنهاد میکنم. یکی این که میگه من پیرو جیمز هیلمن هستم که میگه بهتره تفسیر نکنیم رویا رو، بذاریم استعاره‌های رویا اون نیروی خلاقانه ما رو برانگیزونن. بعد خودش اضافه میکنه که اجازه بدیم که استعاره‌ها اصلا بر ما تأثیر بگذارن، به جای اینکه بخوایم اونها رو به زبان جهانی که با اونها آشنا هستیم برگردونیم، زبان دنیای بیداری، چون رویا میتونه بینش‌های تازه‌ای در اختیار ما قرار بده، به شرطی که اجازه بدیم که افکار جدیدی برانگیزه. آدم نیست در همین کتاب یا در کتاب روح درمانی باز به یک رویای اشاره میکنه. میگه کسانی که رویای کودکی میبینن
در زندگیشون و این رویا تکرار شونده است، احتمالاً استعاری است بر این که میخواد یک فعالیت جدید، یک کار جدیدی شروع کنه، یک افق جدیدی میخواد به روش باز بشه، چون کودک نماد خلاقیت هست. بنابراین استعارهای رویا رو باید اجازه بدیم که بر ما تأثیر بگذارن و نیروی خلاقانه ما رو برانگیزن. این اولین قانون. دومی که میگه من اگه ببینم سعی میکنم ببینم صاحب رویا در رویای خودش داره چیکار میکنه. معمولاً میبینم که داره صاحب رویا از خودش دفاع میکنه یا کاری میکنه که دیگر شخصیت‌های در رویا تاییدش نمیکنن. من اینا رو دفاع در مقابل بقیه رویا تفسیر میکنم. سومی که میگه پیشنهاد میکنم در پی انگیزه یا استعاره اصلی برای رویا باشید. بعد دوباره رویای هواپیما رو خودش بعد درباره خودش مثال میزنه که توضیح دادم دیگه تکرار نمیکنم. اضافه میکنه که رویاها به ما بلافاصله روشنی نمیبخشند، اما اون نیروی آفرینشگر ما رو بیدار میکنن و اون راز آلودی و ژرفای لازم رو به ما میبخشن. رویاها به ویژه در فرایند یافتن کار همچون زندگی مهمن. این مسئله خیلی مهمه، به بحث کتاب خیلی مربوط میشه. ولی باید به ژرفای رویا برین تا به اون برسیم. رویاها اشاراتی درباره اون پویایی جستجوی شما و درباره سرشت ندای درون شما در اختیارتون قرار میده. خب این دو فصل رو توضیح دادیم. حالا ببینیم تامس مور از مدل کیمیاگری، از تمثیل کیمیاگری چه استفاده‌ای میکنه برای این دو مرحله، این دو فصل. یعنی فصل آشتی با گذشته و آشفتگی آفرینشگر. اولی که میگه جستجو برای یافتن کار همچون زندگی یک مسیر حرفه‌ای خطی نیست، لینیر کریر پث نیست، بلکه فرایند سازندگی زمانبر روح است و جزئی از اون فرایند اپوس روح است که جلسه اول صحبت کردیم. هدف کیمیاگران من حیث المجموع چه بود؟ این بود که فلز پایه یا سرب رو به طلا تبدیل کنن. هدف ما در اینجا چیه؟ اینه که تجربیات خام و اغلب گیج کننده و بی‌نظم زندگی ما رو همراه با استعدادهای ما تبدیل به کاری معنادار و رضایت بخش کنیم که اون میشه طلای وجود ما، همون طلایی که کیمیاگران دنبالش بودن. طلای وجود ما به این معنا همون کار همچون زندگی است که ما پیدا میکنیم. خب بذار ببینیم فصل به فصل این مدل رو چطوری اجرا میکنه. مدل کیمیاگری فصل 4 آشتی با گذشته. در کیمیاگری این مرحله رو بهش میگن نیگریدو. امیدوارم درست تلفظ کنم، به لاتین ظاهرا یعنی سیاه شدن یا بلکنینگ. این اولین و اغلب دشوارترین مرحله کیمیاگریه. اون ماده اولیه تجزیه میشه و بدبو هست و سیاه میشه. به همین دلیل میگن کیمیاگری یک رشته بدبویی بوده. یک وضعیت سردرگمی و یأس و تاریکی درش دیده میشه که نیاز به پالایش داره. خب حالا ببینیم در مورد فرآیند کار همچون زندگی این مرحله به چه معنایی است. یک، اول این که باید با سرب وجود خودتون روبرو بشید. حالا در کیمیاگری سرب میگن اینجا سرب وجود خودتون. گذشته شما فقط یک رزومه نیست، بلکه همچنین فلز پایه زندگی شماست که شامل مخصوصاً شکست‌ها، آغازهای نادرست در کارهای، پروژه‌های نیمه تمام رها شده و آرزوهای کودکی، انتظارات خانواده و کاستی‌هایی که ادراک شده به عنوان کاستی. همه اینها در واقع اون صلب وجود ماست، تاریک، سیاه. ما باید به دل این تاریکی فرو بریم و اونها رو همونطور که گفتیم بازخوانی کنیم با نگاه جدید، با نگاه شفابخش و از دلش معنا پیدا کنیم. نکته دوم این که حال هوای مالیکولیایی ضروریه، یعنی یه نوع احساس گمگشتگی، درجا زدن، کیاس، نارضایتی در کار. اینا رو دیگه نه به عنوان شکست بلکه به عنوان بخشی ضروری از نیگریدو باز تعریف میکنیم. در واقع این حالت نوعی دوره نهفتگیه که روح در آن در حال پردازشه، آنچه که کارساز نبوده است. نکته بعدی این که ما در این ضایعات یا سرب یا مواد خام یا پریما متریا که کیمیاگران به کار می‌بردن ما ارزش پیدا می‌کنیم. کیمیاگران بر این باور بودن که راز طلا درون خود ماده پایه پنهان است و این خیلی مهمه و بر همین تمثیل اشتباهات ما، ناکامی‌های ما هیچ کدام بی‌ارزش نیستن، بلکه حاوی سرنخ‌ها و نشان دهنده مهارت‌ها و دانش ضروری درباره خود ما هستن. اولا خود ما رو ما میشناسن و ما رو راهنمون میکنن به سمت کار همچون زندگی. دوباره میگم اینجا تکرار میکنیم، مثلا میگه یک کسب و کار تجاری شکست خورده به شما میگه که ارزش‌های واقعی تو چه هست، یا یک کاری خسته کننده است، بورینگ است، نشون میده که تو برای اون کار ساخته نشدی.
کار روح فقط مجموعی از تغییر شغل و حرفه و اینها نیست. در واقع نیگرودو یک فرآیند درونی اینجا و اغلب دردناکه و درباره این نیست که شما عجولانه از یک شغل بپرید. اینجا میخواد به شما بگه باید درنگ بکنید شما در اون تاریخچه دردناک خودتون، در گذشته خودتون و با این بی‌نظمی حاصل از اون روبرو بشید و درنگ بکنید، تأمل بکنید و اجازه بدید این تجزیه بشه، سولوسیون صورت بگیره تا از دلش افقهای جدید و خلاقیت سر بر بیاره. به طور خلاصه قبل از اینکه بتونید طلای خودتون، یعنی اون کار واقعی یا کار همچون زندگی خودتون رو خلق بکنید، باید با شجاعت با اون سرب گذشته خودتون روبرو بشید و درک بکنید که همون تاریکی، همون مواد ظاهراً مثل کیمیاگری بدبو و سیاه یه زمینی حاصلخیز برای دگرگونی و تحول و خلاقیت هست و میتونه باشه. خب در فصل 5 برای آشفتگی آفرینشگر مدل کیمیاگری چگونه قابل تطبیق است؟ کیمیاگران این مرحله رو آلبیدو میگفتن یا وایتنینگ، سفید شدن. پس از مرحله سیاه شدن در کیمیاگری اون ماده کیمیاگری شسته و پالایش میشه و به رنگ سفید در میاد و این مرحله نشان دهنده پاکسازی، روشنگری و ظهور روح از تاریکی ماده است. بنابراین این مرحله کمتر درباره یأس، بیشتر درباره سیالیت، خلاقیت و پتانسیل است. کیمیاگران این مرحله آغازین رو، قسمت آشفتگیش رو ماساکنفسا میگفتن یا نابسامانی بزرگ. خب چه نکاتی به ما میگه با استفاده از تمثیل کیمیاگری برای این مرحله آلبیدو یا سفید شدن؟ یکی در آغوش کشیدن سیالیت، کثرت و خلاقیت هست. پس از تجزیه، تحلیل یا سولوسیون در مرحله قبلی نیگرودو سیاه شدن، ما البته بلافاصله پاسخ قطعی پیدا نمی‌کنیم. همونطوری که گفته شد وارد اون آشفتگی خلاقانه یا آشفتگی آفرینشگر میشیم که محل ظهور ایده‌ها، احتمالات، افق‌های جدید و الهامات جدید هست. گرچه پراکنده است ولی میتونه یک نوع پالایش و شستشو بشه. نکته بعدی قدرت تخیل هست که برای این خیلی تاکید میکنه که در آلبیدو هست. میگه نقره و تخیل با هم مرتبطن. در این فاز تشویق میشیم که بدون فشار برای متعهد شدن به یک کاری عملی خاص رویا پردازی کنیم، خیال بافی کنیم و با سناریوهای مثل چه میشد اگر یا در انگلیسی what if تأمل کنیم که اگر اینطوری بشه چی؟ سناریوهای جدید، افقهای جدید رو اجازه بدیم به روی ما باز بشه. پس قدرت تخیل اینجا به کار گرفته میشه. پالایش انگیزه است. اینجا انگیزه ها ما خالص میشه. باز مثال یک کسب و کار شکست خورده رو زدم، از خودم هم مثال آوردم. اونجا شما به ناخالصی انگیزهات پی میبری و فرصتی برات که انگیزهات رو خالص کنی. میبینی عوامل بیرونی مثلا پول، موقعیت اجتماعی یا حتی تایید والدین و اجتماع، اینها شما رو به مقصود نمیرسونن و شروع میکنید به ارتباط با چیزی که واقعا روح شما رو مجذوب میکنه و متاثر میکنه. بنابراین در اینجا نوعی پالایش قصد و نیت و انگیزه اتفاق میفته. نکته بعدی این که این مرحله هم یک گذرگاه است، هدف نیست. کما اینکه مرحله سفید شدن در کیمیاگری هم مرحله نهایی نیست، چون طلای نهایی اینجا وجود نداره هنوز. گرچه این مرحله زیبا و امیدبخشه ولی هنوز ناقصه و مهم است که با اون اولین ایده درخشانی که از دل این آشفتگی سر برمیاره فوری بسنده نکنیم و اجازه بدیم امکانات مختلف بررسی بشه و این فاز رو باید به عنوان پل ضروری، سیال و خیال پردازانه بین گذشته تجزیه شده ما، سولوسیون شده و کاری که میخوایم در آینده انجام بدیم ایجاد بشه. باز بخوام در یک جمله خلاصه کنم این دو فصل رو. پس از روبرو شدن با اون تاریکی گذشته که در اثر آشتی با گذشته اتفاق میفته، وارد یک فاز حاصلخیز میشیم، خیال انگیز، خلاقانه و البته همراه با آشوب و آشفتگی است و از دل آشفتگی خلاقیت پیدا میشه و افقهای جدید. اینجاست که در واقع کار ما با تخیل روح ما پیوند پیدا میکنه و ما رو آماده میکنه که به سمت یافتن کار همچون زندگی راهنمون بشیم. خیلی ممنون از حوصله که به خرج دادید. من همینجا بحث رو
تموم میکنم و مشتاق شنیدن نظرات، کامنت ها، پرسش های دوستان هستم. ممنون آقای محمد رضا. متشکرم جناب آقای سلامت. این بحث کتاب شما هر چی جلوتر میره جذابیتش بیشتر میشه. این جلسه دوم خیلی برای من شنیدنی تر بود و اینکه کیمیاگری مثالی آقای تامس مور هست برای من اینجوری بود که خب کیمیاگری که هیچ وقت جزو علومی بود که در حد تمثیل بشری موند، یعنی هیچ مسی طلا نشد و هیچ کیمیاگری کارش به سرانجام نرسید و اینکه این مثال‌های این کتاب روی تمام فرآیندهای کیمیاگری است. مرحله آخرش مرحله‌ای که کیمیاگر هاج و واج نگاه میکنه و میبینه که این همه زحمات و مراحلش به جایی نرسید. این رو به عنوان این میگم که مراحل رو خیلی خوب میگه، ولی روایت داستانی که برای من خواننده، برای من شنونده شکل داره میگیره از یک علمیه که میگم خب پس این که جواب نگیره، یعنی این مراحل طی شد و به نتیجه نرسید. فقط یک برداشت ذهنی بود، این رو خواستم باتون به اشتراک بگذارم. نمیدونم برداشت خود شما چی هست. حسین جان شما مایل هستین که وارد گفتگو بشین؟ سلام خدمت همه عزیزان، شما آقای مهندس کاروان و آقای سلامت عزیز. من فکر کنم آقای سلامت ممکنه برای نکته شما جوابی هم داشته باشن، بخوان توضیح بدن. اگه نکته دارن بگن، من بعدش سوال یا سوالاتم رو مطرح میکنم از ایشون. بله میتونم نکته رو عرض کنم. درست میفرمایید جناب محمد رضا عزیز. اتفاقا در ابتدای کتاب میگه تامس مور که کیمیاگران معمولا به هدف مادیشون نمیرسیدن، اونم یافتن طلا بود، ولی برای خیلیا کیمیاگری در واقع همون اپوس روح بود و همون اول کتاب تو مقدمه اینو میگه و دنبال در واقع طلای وجودشون بودن و اون تغییر رنگ‌ها و بافت‌ها رو نمادی از تحولات عواطف و خاطرات و تجارب زندگیشون میدونستن و این البته ملهم از روانشناسی یونگ هست. همه میدونیم روانشناسی در واقع کیمیاگری رو اون بنیان نهاد و جیمز هیلمن هم اونو بستش داد. بنابراین جنبه استعاریش هست و تامس مور هم از جنبه استعاری کیمیاگری استفاده میکنه، چون همین امروز هم عرض کردم یه جایی که میگه معنای استعاری هم داره. خب همه چی برای تامس مور استعاریه، رویا جنبه استعاری داره، داستان‌های زندگی همین حاکی از کهن الگوها است، اسطوره است. بنابراین فقط استفاده از اون تمثیل هست برای اینکه ما چگونه میتونیم در طول زمان کار همچون زندگی ما که براش آفریده شدیم پیدا کنیم. باز جلسه فکر کنم دوم بود که یادآوری کردیم از قول ایشون که کار همچون زندگی یک بار برای همیشه و یه شبه پیدا نمیشه. گاهی اوقات زمانهای طولانی میبره، گاهی اوقات از دل همدیگه برمیاد و خیلی ویژگی ها. گاهی اوقات چند وجهیه، شما ممکنه چند تا کار همچون زندگی داشته باشید، ممکنه 2 تا کار داشته باشید، در هر دو هم احساس ندای درون کنید و هیچ تضادی در این زمینه نمیبینه. بنابراین اون جنبه تمثیلی استعاریش هست که از کیمیاگری بهره میگیره. متشکرم جناب آقای سلامت. میگم البته من جنبه سوالی نداشت، صرفاً یک برداشتی بود، چون حس می‌کنم که این کیمیا یا این نه فقط مثال‌های کیمیاگری، این که این داستان کار همچون زندگی برای بسیاری از انسان‌ها به این شکلی که تامس مور تعریف میکنه شاید اتفاق نیفته. آدمی که این اتفاق براش میفته و اون ندای درون رو دنبال میکنه و به نتیجه میرسه، شاید درصدشون و تعدادشون در جامعه انقدر بالا نباشه که بعد از یک عمر رضایت کامل از کار و اون کاری که آمیخته با زندگی حاصل بشه. برای همین این مثال کیمیاگری و این که کیمیاگر آخر سر مبهوت به نتیجه آزمایش بی نتیجهش هست، این بیشتر برای من از این نظر ذهنیت داشت، نه اینکه عرض کنم من یک سوال بود که چرا. این چرایی رو ندارم، چون خودم یه مقدار این امر رو بهش واقف هستم و خب یه درگیریه که همه انسان ها بخواد به واسطه کار و زندگی کنار هم داره. به حال ممنونم از پاسخ حضرت عالی و در دیدگاهتون. دکتر کاجی عزیز شما مایلی که وارد آره من چند سوال دارم، حالا یکیشو میپرسم، حالا اگه دوستان مایل بودن دور میز بیان که بپرسن، اگه نه که من بیش از این سوال خواهم پرسید از آقای سلامت عزیز. یه نکته من در مورد کریتیو کیاس دارم آقای سلامت عزیز. یه جمله معروفی هست
از نیچه در کتاب غروب بت‌ها که میگه آنچه که مرا نکشد قوی ترم میسازد، که خب به یه معنا حالا جلوش رو توی این فصل کتاب مور ما میبینیم. البته مثل همه گزیدگویی های دیگه به نظر من این گزیدگویی هم حقیقتا نیازمند تصحیح هست، چون حقیقتا من میدونم که دیدم که خیلی وقت تو اتاق درمانم میبینم خیلی از در واقع دردها انسان از پا در نمیاره، ولی یک عالمه زخم و مشکل و مسئله ایجاد میکنه و در واقع درمانجویان به صورت خاص به این خاطر میان که این دردها رو درمان کنن. بنابراین یه مقدار نمیتونم مثلا حالا اینو گفتم از این بابت که بگم که خیلی از بحران‌ها واقعا کریتیو نیستن. خیلی از بحران‌ها کریتیو نیستن، ممکنه انسان رو بندازن زمین، ممکنه اصلا همه وجود ما رو بگیرن، یا اگه همه وجود ما رو نگیرن میتونن بخشای عمده‌ای از وجود ما رو بگیرن، زخمی کنن ما رو و این زخم هم به خودمون وارد میشه و هم این امکان برای ما وجود داره که به دیگران وارد بکنیم. میخوام یه مقدار از شما بشنوم در واقع تفاوت کریتیو کیاس، یعنی نظمی که کریتیوه با یه نظمی که دیستراکتیو میتونه باشه، یعنی مخرب و کشنده و خراب کننده میتونه باشه. این نظمی مخرب. ممنون از شما جناب آقای دکتر کاجی عزیز. بله، نکته که شما میفرمایید در واقع با انسان گوشت و پوست و خوندار مرتبط هست، چون نهایتاً خیلی از حرفا گفتنش ساده است، قبول دارم، و عمل کردن به اون سخت. مطلبی هم که جناب محمد رضا کامنتی هم که فرمودنم به نوعی همین رو تایید میکنه. اینکه تفاوت اینها چه هست خیلی سخته بگیم، ولی قطعا کسی که با قدری با روانشناسی کیمیاگری آشنا باشه، کسی احتمالاً کتاب کار همچون زندگی رو خونده باشه یا کتاب‌های درباره ندای درون اصولاً خوانده باشه و اهل تأمل باشه، اهل مراقبه باشه، حتماً میتونه در بحران‌هاش، در رنج‌هاش گنج ببینه. الان امروزه در روانشناسی جدید خب خیلی، شما البته استاد هستی، من درس پس میدم جناب دکتر کاجی، خیلی دارن تاکید میکنن هم در مدل اکت هم TBT که شما این سختی‌ها و دردهایی که میکشید خود همینا میتونه مقدمه گنج شما باشه. به قول مولانا عاقبت رنج شما گنج شما. فقط بستگی داره به چقدر ذهن آگاه باشه خب آدم، چقدر مایندفول باشه. ولی کاملا فرمایش شما درسته. فرقش اینه که ما اگه مایندفول نباشیم حتما خیلی ها رو از پا میاندازه و لزوما قوی تر که نمیکنه، بلکه شاید حتی اونا رو به یک معنا بکشه. من باز مثل جلسه قبل جز این که تأکید کنم که به نوعی آدم مایندفول باشه و در پی معنا باشه، کلا حداقلی رو باید داشته باشه. یکی اینکه دغدغه معناجویی رو داشته باشه، حتی اگه دغدغه ندای درون رو نداشته باشه و پرسش‌های اگزیستانسیال براش مطرح باشه. خب کسی که اصلا براش مطرح نیست، هیچ وقت مسئله معنا براش مطرح نبوده، مسئله مرگ هیچ وقت براش مطرح نمیشه، شاید تا آخری که زنده است 70-80 سالم عمر کنه. خب این اگر دوچار بحران بشه احتمالی که از پا بیفته خب خیلی زیاده. تا یک کسی که با مثلا ادبیات آشنا باشه، با عرفان آشنا باشه، با سنت‌های معنوی جهان آشنا باشه، حتما یه فرقایی هست برای اون کسی که آشنا هست و میتونه از همونطور که فرانکل هم میگه دیگه، همون رنج رو میتونه از یک منظر دیگری ببینه و از دلش معنا در واقع استخراج کنه. آره، خیلی خیلی ممنون. من تصورم از کتاب مور، آقای سلامت عزیز، من تصحیح کنید اگه من اشتباه میکنم، این هست که مخاطبش کسایی هستن که اون مبانی رو تا یه حدودی پذیرفتن. اینو من در ادامه اون که آقای کاروان عزیز گفتن میگم. یعنی اگه کسی با این مبانی، مثلا همون کیمیاگری یا حتی ببینید مفاهیمی که مثلا خودش ابداع میکنه، مثلا ما نفس رو کی مثلا توی تاریخ فلسفه یا روانشناسی به نام آنچه که گذشته تعریف میکنه، اینا چیزایی که خود مور حالا مبتنی بر اون سنت یونگی تعریف میکنه. میگم اگه کسی در واقع این ادبیات رو ندونه، اگه کسی وارد فضایی که مور داخلش هست نشه، فکر میکنم ارتباط باهاش سخت باشه.
از این بابت میگم هیچ ایرادی هم نداره. یعنی کتاب هست که خب خیلی خونده شده، هم تو زبان انگلیسی هم خوشبختانه ترجمه فارسیش به چاپ فکر کنم 6م 7م رسیده. این نشون میده که خیلی‌ها باهاش ارتباط برقرار کردن. ولی میخوام بگم که کتابی نیست که در واقع دغدغش این باشه که مخاطبش همه انسان‌ها باشن. به خاطری که خیلی از انسان‌ها مثلا اینجوری نگاه نمی‌کنن به زندگیشون، کیمیاگری یا نمیدونم همونجور که شما گفتید، این که مثلا بتونن با یک مثلا مکاشفه‌ای بفهمن یا درک کنن که کریتیو کیاس یا بی‌نظمی حالا آفرینشگر به خود شما چیه. به نظر میرسه که مور دغدغه این رو نداره که در واقع با همه انسان‌ها یه جوری ارتباط برقرار کنه. به این معنی داره میگه هر که با من همراه میشه بیاد، من یه چیزایی براش دارم. من اینجوری میفهمم، تصحیح کنید من رو اگه اشتباه میگم. خواهش میکنم. من حقیقتش درک کاملا متفاوتی دارم، چون برای خود من این سوال بود اولی که میخواستم ترجمه کنم. خودم هم ترجمه کردم، هنوز نمیدونستم این کیمیاگری چیه، ربطش چیه، تا اینکه هی از اول تا آخر کتابی رفتم آمدم هی خوندم و اینها، و تا بعدن خودم بارها فارسی و ترجمه شده خودم رو خوندم و ربطش رو پیدا کردم. حالا شاید من چون درگیر ترجمه بودم برام خود ابتدا مشکل بود. اما در پاسخ به سوال شما، من با توجه به آشنایی کامل ندارم، آشنایی کمی که با افکار و پروژه تامس مور دارم، فکر می‌کنم اتفاقا برعکس، به یک معنا مخاطبش همه هستن، نه لزوما کسانی که مثلا مدرک روانشناسی دارن یا روان درمانگرن یا فلسفه بلدن. اما خب یه حداقلی از تحصیلات و حداقل مثلا حالا اون که نمیگه مثلا لیسانسی در یه زمینه داشته باشن که با بعضی مفاهیم آشنایی کلی داشته باشن. مدل کیمیاگریش که تمثیل میکنه، شاید هم حتی اگر اون مدل رو ما کامل در نیابیم، صدمه چندانی نمیزنه به فهم کتاب، چون زبان کتاب خیلی زبان ساده است، اتفاقا روونه. همین کتاب، هم کتاب روح درمانی که چند ماه پیش وارد بازار شد، اونجا هم اول میگه این کتاب هم برای روان درمانگران حرفه‌ای، هم برای همه مردم، همه انسان‌ها، چون همه انسان‌ها میتونن به یک معنا درمانگر باشن و بنابراین میگه از زبان فنی من حد اکثر تلاش کردم استفاده نکنم. اما اینکه باید با با اون بعضی مفاهیم کلیدیش موافق باشیم تا پیامشو درک کنیم، من در این حد با شما موافق هستم که ایشون تعریف خاص خودشو میده از روح و نفس یا اسپریت و سول. خب که با تعریف حالا با خیلی از نویسندگان ایرانی که مغایره، از جمله با استاد ملکیان و حتی با درک و تعبیر خیلی از غربیان متفاوته. من گفتم در این ترجمه به این فصل که رسیدم، فصل سول و اسپریت، با خودشون تلفنی صحبت کردم، گفتم معنی اسپریت و سول چیه؟ و ایشون گفت که واقعا 10 معنی داره، ولی من یه معنی که میفهمم رو که به درد این کارم میخوره ارائه میدم. تا این حد با شما موافق هستم که گویی باید مثلا حالا این مقدار رو بپذیری که حالا فعلا به عنوان فرض حداقل بپذیری که روح اینه، منظور نفس اینه. یا همونطور که من در ابتدای جلسه قبل عرض کردم، اگر بخوایم پیرو ویتکنشتاین از قاعده شباهت‌های خانوادگی استفاده کنیم، باید ببینیم که منظور تامس مور از کاربرد این واژه‌ها چه است. از اون ورم یادم هست که همون ویتکنشتاین به ما میگه که ما زبان خصوصی نداریم، کسی نمیتونه برای خودش زبان خصوصی خلق کنه، ولی به هر حال یک کاربردی بازم داره. البته اگر بخواد از اسپریت یه معنایی بده که هیچ ربطی با هیچ مصداقی نداره، که خب اون میشه زبان خصوصی. ولی اگر معنای کاربردی ارائه بده که با پروژهش سازگاره و قابل فهم باشه، شاید خیلی قابل ایراد نباشه. اما میگم در این حد قبول دارم که یه تعارفی خاصی از بعضی واژه‌ها میده، مخصوصا واژه سول و اسپریت، چون اصلا سول که محور پروژه فکریش هست. همونطور که جلسه اول عرض کردم، کل پروژه فکری تامس مور رو میشه رنسانس روح نامید، چون سعی میکنه روح رو به همه شئون زندگی برگردونه. خب طبیعتاً باید خب درکی یا تعریفی از روح ارائه بده. بلزا من سیاه سفید نمیبینم، ولی خب طبیعتاً شاید مثل هر نویسندی یه مقدار باید ببینیم که اون تعریف کاربردی که مد نظرش هست میده چه هست و چقدر اینجا معنا میده. سول یا روح رو عمق ساحت عمیق وجود ما میدونه، اسپریت رو ساحت اون بالایی وجود ما. ولی من قبول دارم که این تعریف ابهام داره.
و به لحاظ فلسفی از دقت کافی برخوردار نیست. یعنی خود منم واقعا رنج بردم در ترجمه اون فصل، ولی خب دیگه سیاسی نگاه نکنیم، به هر حال خیلی هم پر ابهام شاید نباشه، اگرچه خالی از ابهام نیست. ممنون از شما آقای دکتر کاجی از نکات. نه خواهش میکنم. اصلا ببینید من در ادامه بحثم حالا فقط هم مربوط به مفاهیم نیستن دیگه، مربوط هستن به رویکرد ایشون. مثلا ببینید رویکرد نسبت به رویا، خب من آشنا هم با این رویکرد، همونجوری شما هم به درستی اشاره کردید پهلو میزنه به آنچه که در واقع یونگ و آلیس اشاره میکنه. اینا همشون تو این فضا دارن تنفس میکنن. مثلا ببینید حقیقتا رویاها چیزهای خیلی خیلی متفاوتی به ما میگن. مثلا من یه نمونهش رو بگم بدون، من یک کلاینت 72 ساله دارم، 4-5 سال هفتگی میبینمش. بعدن یه روز با خیلی اضطراب و ناراحتی به من زنگ زد که من میخوام سریع تو رو ببینم و یک خوابی رو برای من تعریف کرد که آره خونشون کاملا خراب شده و رفته تو ساحل داره با سختی یه خونه جدید میسازه. خب تا اینو به من گفت من خب فهمیدم این چرا، چون بالاخره تراپیستش هم برای سالها. گفتم خب تو داری به طلاق فکر میکنی و در واقع الان و نگرانی بابت این اندیشه، به خاطر که دوباره باید از صفر شروع کنی، نگران. و گفت دقیقاً گفت همینه، یعنی همینه. میخوام بگم که آره بعضی وقتا رویاها داره به ما دردهای ما رو میگن، دارن به ما اضطرابهای ما رو میگن. بعضی وقتا دارن همونجور که شما میگید گفتید ایدئال ها و آرمان های ما رو میگن. بعضی وقتا دارن یه چیزای زخمای گذشته‌ای رو باز میکنن. میخوام بگم یه کار نمیکنن و مشکلم میگم فقط با ترم ها و مفاهیم نیست، بلکه با اینه که یه رویکردی. خب ما خیلی بعد از یونگ در واقع تو زمینه رویا چیز دونستیم، یعنی خیلی الان بهتر از یونگ میتونیم بفهمیم رویاها چی میگن، چه جوری باید خونده بشن اینها. و برای کسی که تو قرن 21 زندگی میکنه بستن چشمش به روی اینها، میدونید به نظر من نمیخوام بگم همه باید این کارو بکنن، همه میتونن این کارو بکنن، ولی این چیزاست که من یه مقدار و فکر نکنم این هم فقط لازم باشه که مثلا روانشناسان یا متخصصان، حتی انسان‌های عادی همونجوری که شما گفتید انسان‌های گوشت و پوست و خونداری که دارن زندگی میکنن و میخوان با این کتاب ارتباط برقرار کنن. میدونم خیلی‌ها برقرار کردن و میکنن، ولی شاید داشتن این نگاه یه مقدار زوجوانه به کاملتر به نظر من، دیدن مثلا رویا از جنبه‌های مختلف، این که فقط رویاها نشانه ها نیستن، برخی وقتا همونجوری که گفتم زخمای ما رو میگن، بعضی وقتا دارن نگرانی های ما رو میگن، بعضی وقتا اتفاقا دارن میگن که حتی به نظر من ما رو گمراه میکنن. یعنی خیلی وقتا یه نشانه هایی میدن که ما باید اونا رو انجام ندیم، همونجور که در مورد این کلاینت خودم گفتم. میگم اینا هیچ چیز از اهمیت این کتاب و اهمیت کار شما و اهمیت تاماس مور کم نمیکنه، فقط گفتگوهایی است که ما داریم انجام میدیم. خیلی هم خوبه آقای دکتر کاجی، خیلی هم نکات خوب و عملی هست در واقع، چون شما خودتون روان درمانگر هستید، با مراجع دارید کار میکنید. کتاب نهایتاً تئوریه افترال، خب ولی شما نکاتی که میفرمایید نکات انضمامی هست در مراجعه با مریض های که باشون سر کار دارید و خیلی نکات خوب و سودمندی است و بنده هم چون روان درمانگر نیستم خودم فقط استفاده میکنم. ممنون از شما. واسه اینجا شما سوالتون تمام شد؟ آره من فکر کنم خیلی دیگه کوپنم تمام شده ان شاء الله. ولی خب به هر حال گفتگوه و کسی از دوستان علامت دست رو نزدن. اگر که جناب آقای سلامت نکته‌ای بخواید اضافه بکنید به صحبت امروز بفرمایید و بعد از اون دیگه با دوستان خداحافظ. بله، عرض شود که خیلی ممنون از شما جناب محمد رضای عزیز، جناب دکتر کاجی و از همه دوستانی که شرکت کردن در جلسه امروز. من فقط یک سوالی معمولا در پایان هر جلسه برای تأمل بیشتر مطرح میکنم و اون این که هر کسی برای خودش فکر کنه که آیا مقطعی بوده، مرحله‌ای در زندگیش بوده که با این حالت کیاس روبرو بوده و از دل اون یک افق جدید، یک تجربه جدید، یک خلاقیت جدید بیرون آمده باشه یا خودش بیرون کشیده باشه. برای تأمل بیشتر خیلی ممنون از شما، از جناب دکتر کاجی عزیز، از خود شما، از همه دوستان. نه دیگه سخنی ندارم. متشکرم، ممنون از حضرت عالی و همه همراهان. تا دیدار بعد برای همه آرزوی سلامتی دارم.
روز و روزگار بر همه شما خوش و خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ.